боз ду боваркардаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон дар Истаравшан даст ба қаллобӣ заданд. мақомоти Қазоқистон омӯзиши якбора 3 забонро аз ҷумла забони русиро дар синфи якум аз соли нави хониш бекор мекунанд. беш аз 1600 сомона, саҳифа ва манбаъҳои дигари интернетӣ дар Қазоқистон масдуд шуданд. طالبان با 16 کشور جهان همکاری رسمی به راه مانده است. رئیس جماعت دهاتی زرحلال شهر استرافشان بهرالله آچلوف و معاونش آزاد رحمتوف دو عضو فعال حزب خلق دموکراتی تاجیکستان را آژانسی ضد فساد با اتهام قلابی دستگیر کرده است. هر دو این منصبدار برای دست داشتن در تقسیم غیرقانونی زمین و قلابی متهم می شوند. در صورت تصدیق عیبداری به بازداشت شده ها در اساس ماده 247 از 23 تا 58 هزار سامانی جریمه و یا از 2 تا 5 سال زندان تهدید می کند. همچنین قسم دویم ماده 338 تقسیم غیرقانونی زمین باشد از 58 تا 93 هزار سامانی جریمه و یا 5 سال زندان را پیش بینی می کند. بنا به اطلاع خبرگزاری سپوتنیک بعد بازداشت رئیس جماعت زرحلال و معاونش حالا بشارت شادیوه اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت تعیین شده است. شادیوه تا زمان بازداشت رئیس پیشین جماعت و معاون اولش به حیث معاون رئیس جماعت زرحلال کار میکرد. این بار اول نیست که منصبداران در سوخت در دست داشتن به زمین فروشی گمان بر دانسته میشوند. اداره مبارزه با کورپسیا در سوخت چند قبل اطلاع داده بود که دوام 6 ماه سال جاری 349 عدد جنایت‌های کورپسیونی و اقتصادی خصوصیت کورپسیونی داشته آشکار و به قید گرفته شده است که از این شمار 22 جنایت مربوط به 18 کارمند کمیته اداره زمین و زیرساختارهای آن بوده است. مقامات قزاقستان آموزش یکباره 3 زبان را در صنف یکم از سال نو خانش بکار میکنند. در این باره اگنتی اطلاعاتی اینترفکس با استناد به وزیر معارف این کشور اسخت ایمگامبتوف خبر میدهد. تا این دم در مکتب‌های تحصیلاتی عمومی قزاقستان در صنف‌های یکم 3 زبان قزاقی، روسی و انگلیسی درس داده میشد. آموزش زبان انگلیسی از صنف یکم از سال 2012 به راه مانده شده بود. به گفته وزیر من بعد کودکان از صنف یکم تنها زبان قزاقی را می آموزند، زیرا برای آموزش زبان روسی و انگلیسی آنها را در اول لازم است که خواندن و نوشتن را با زبان مادری یاد گیرند. او ذکر کرده است که برای کودکان صنف یکم در یک وقت آموختن 3 زبان دشوار است. ایمگامبتوف در جلسه روز سه‌شنبه حکومت گفته است از صنف دوم آموزش زبان روسی همچون فنی علاهیده آغاز گردیده، از صنف سوم در همه مکتب‌ها زبان انگلیسی آموزانیده می شود. بیش از 1600 سامانه، صحیفه و منبع‌های دیگری اینترنتی در قزاقستان با گمان پهن کردن مواد مخدر و ماده‌های پسیخوتراپی در این کشور مسدود کرده شده است. دانیور اورالوف، یک مسئول وزارت امور داخلی قزاقستان، روز 15 آگوست در نشست خبری گفته است متخصصان فضای اینترنت را نظارت می‌کنند تا سامانه و بلاگ و نوشته‌هایی را که معلومات درباره مواد مخدر را پهن می‌کنند معین نمایند. در نتیجه 76 پرونده تبلیغ غیرقانونی مواد نشئه‌دار، 153 پرونده جنایی عاید به فروش آنها توسط اینترنت باز شده است. با اطلاع مرکز علمی و عملی سالمی روانی در قزاقستان 10,000 نفر در این کشور گرفتار نشأه‌مندی هستند. دفتر ریاست سیاسی دولتی طالبان افغانستان در دوحه قطر اعلان کرد که با بیش از 16 کشور روابط رسمی به راه مانده اند. سهیلی شاهین، رئیس دفتر سیاسی دولتی طالبان در دوحه قطر دیروز سه‌شنبه به رسانه‌ها گفت دولت موقت افغانستان که در حال حاضر توسط طالبان در کابل تشکیل شده است با بیش از 16 کشور از جمله روسیه روابط رسمی دارد. سهیلی شاهین گفته که 16 کشور دیپلمات‌های دولتی طالبان را پذیرفتند و ما در سطح عملی با آنها روابط دیپلماتی داریم و برخی از آنها در کابل سفارتی فعال دارند. سخنان رئیس دفتر سیاسی طالبان درباره روابط رسمی با 16 کشور از جمله روسیه در شرایط اعلام شده که
چند روز پیش از آن دیمیتری ژیرنوف سفیر روسیه در کابل با اشاره به سفر وزیر صنعت و تجارت دولت موقت طالبان به مسکو گفته بود که روسیه در راستای منافع ملی خود با حکومت افغانستان همکاری میکند.